امروز یک کلیپ فوق‌العاده از دیوار بزرگ چین آوردیم. دیوار بزرگ چین یکی از شگفت‌انگیزترین آثار تاریخی جهانه. به عنوان یکی از عجایب هفت‌گانه شناخته میشه. این دیوار عظیم که به طول بیش از 21000 کیلومتر کشیده شده، تاریخ غنی و فرهنگ عمیق از چین رو روایت میکنه. ساخت این دیوار از قرن پنجم پیش از میلاد آغاز شد و در طول چندین سلسله چین، به ویژه در دوران سلسله مینگ، تکمیل شد. دیوار بزرگ نه تنها به عنوان یک سازه دفاعی برای محافظت از امپراتوری چین در برابر حملات قبایل بیابانی شمالی شناخته میشد، بلکه نمادی از اراده و قدرت مهندسی انسان را نشون داد. ساخت اون در شرایط سخت و به ویژه در نواحی کوهستانی و بیابانی نیازمند تلاش‌های بی‌وقفه هزاران کارگر، مهندس و معمار بوده. در کنار اهمیت نظامی، دیوار بزرگ چین به عنوان یک شاهکار معماری نیز شناخته شد. با استفاده از مصالح مختلف مانند آجر، سنگ، خاک و چوب، این دیوار به گونه‌ای ساخته شد که با ویژگی‌های طبیعی منطقه تطابق داره و حتی در برخی نقاط به دلیل شرایط جغرافیایی خاص به صورت طبیعی به چشم میاد. از جمله جاذبه‌های خاص دیوار بزرگ، بخشایی از اونه که هنوز به طور کامل دست نخورده و باقی موندن و نمایی خیره کننده از تاریخ کهن چین رو به نمایش میذاره. هر گوشه از دیوار یک داستان منحصر به فرد از نبردها، جانفشانی‌ها و تلاش‌های بی‌پایان مردم چین رو روایت میکنه و وقتی گوشه به گوشه این دیوار رو نگاه میکنی واقعا میفهمی که برای ساخت این دیوار چه جانفشانی‌ها که نکردن، چه تلاش‌هایی که نکردن، چه سال‌هایی که زد نکشیدن. حالا امروزه دیوار بزرگ چین یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری در جهانه و میلیون‌ها بازدیدکننده از سراسر دنیا برای تجربه عظمت این سازه تاریخی به چین سفر میکنن. دیوار بزرگ چین نه تنها یک اثر باستانی، بلکه یک یادآوری از قدرت، همبستگی و تاریخی غنی از ملت چینه که به دوران گذشته باز میگرده، اما همچنان در قلب تاریخ بشر زنده مونده. به زودی یک کلیپ فوق‌العاده غرورانگیز از تاریخ غنی ایران رو براتون خواهیم ساخت. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.